بنا به اطلاع آژانسی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان، در سال گذشته کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان تا 2 مراتب کاهش یافته. در پی این امر و تقویت حفاظت مرز تاجیکستان با افغانستان، انتقال این مواد از طرف قاچاقچیان و مصادره آن از سوی ساختارهای قدرتی تاجیکستان کاهش یافته است. به گفته شیرخان سلیمزاده، مدیر آژانسی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان، سال گذشته در کشور از فعالیت 62 گروه جنایتی متشکل قاچاقچیان مواد مخدر جلوگیری کرده شده است که 4 عدد از آنها گروه جنایتی فرامیلی می باشند. سال گذشته در افغانستان بودم و باز دیگر اخبارات ها را هم میگیریم. در ولایت های شمالی خوشبختانه کشتی مواد مخدر جای ندارد و در پنجشیر عموما گروه طالبان هم نیست و مواد مخدر قطعا جای ندارد. استحصال اصلا در ولایت های جنوب است، در ولایت بدخشان است. شیرخان سلیمزاده به عنوان مثال گفت اگر در سال 2015 در افغانستان 6,500 تانه مخدرات تولید شده باشد، در سال گذشته این رقم تا به 3,500 تانه کاهش یافت. جهت پرزور کردن مبارزه با معاملات غیر قانونی مواد ناخودآور در حدود جمهوری، پیشگیری قاچاق آن، علاقه نشجالابان مسیر یعنی маршрути انتقال را دیگر کردند. مثال روشن، یعنی یک شهروند ما اسماعیلوف، شما از واسطه اخبار عمومی میدونید که در سرحد ایران و آذربایجان با 137 کیلوگرم و 225 گرم مواد گیرین دستگیر کرده شد. او شهروندی ما است. تاجیکستان رو خوب میدوند، محل رو میدوند، راه رو میدوند، لیکن میدونست که اگر با این راه بیاید شاید دستگیر میشود و اون راه رو انتخاب کرد. این در حالی است که گزارش‌های نشر کرده سازمان ملل متحد درباره وضع مبارزه با مواد مخدر در جهان از آن گواهی می‌دهند که سال 2016 تولید موادهای نشه‌دار در افغانستان نسبت یک سال پیش 43% افزایش یافته. در سال گذشته در این کشور 4,800 تانه مواد مخدر تولید شده است. این نهاد خبر داده است که سال 2016 از 34 ولایت افغانستان در 21 منطقه مواد مخدر کشت شده است. کارشناسان تاجیک هم به آمار تازه آژانسی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان با تردید می‌نگرند.